رسانه هایی که توی متقاعدسازی قوی ترن برنده ترن. ولی حاجی خدایی تو خودتو نتونستی بازاریابی کنی، چجوری محصول منو میخوای بازاریابی کنی؟ دانشگاه یه جاییه که فضیلت توش اینه تو یه جوری حرف بزنی کسی نفهمه، ولی جامعه واقعی اتفاقا فضیلت برش اینه که یه جوری حرف بزنی همه بفهم. اینه که میخوام سازوکار متقاعد کردن رو یاد بگیرم. اون جایی که دیدم ساینس هم داره میگه که مغزمون عجب خریه، اگر آدم ها تصمیمشون عوض نشه تو اصلا مارکتینگ در نطفه خفه میشه. ببین من دارم میرم تو بایاس، خداحافظ. خب این تازه خودش تعالیه، اصلا بتونی ببینی داره میری تو بایاس. حالا بعضیاشو میبینم دیگه. و یه جایی احساس کردم که این جهان ذهنی که دانشمندا ساختن اصلا وصل نیست به جهان واقعی. مشکل من اینه که اون فیزیکدانه سند بالادستی تولید میکنه ولی تو زندگی واقعیش انگار حواسش نیست جاذبه وجود داره. این دعوا تو واقعی تره میخوام میخورده سیقل بدم. شبیه اتاق تراپی من شد. ما چون تو تکامل زیستی قائلیم که ما که نمیدونیم بدن چی میشه، پس هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم چی بهتره. ما فقط میخوایم شانس بقا رو زیاد کنیم. پس هر چقدر آدما شبیه هم باشن احتمالاً یه ویروس یکسان میتونه همه رو بکشه.